یه روز مثل همیشه تو شیفت صبح یه خانوم بارداری با شوهرش اومد بیمارستان. آقای شوهر پر انرژی با کلی اعتماد به نفس گفت من میخوام همراه همسرم توی اتاق زایمان باشم. باید اون لحظه طلایی رو ببینم. ما هم گفتیم خب چه بهتر، پس بفرمایید یگان بپوشید و بیایید تو. همه چی خوب پیش میرفت. خانوم تو مرحله آخر زایمان بود. آقای شوهرم کنار تخت ایستاده بود، دست خانومشو گرفته بود، گاهی قربون صدقش میرفت، گاهی میگفت نفس عمیق بکش عشقم، تو میتونی. تا اینکه سر بچه داشت بیومد بیرون. ما گفتیم آقا حالتون خوبه؟ گفت بله من خیلی مقاومم. 1 ثانیه بعد رنگش پرید، 2 ثانیه بعد دست خانومشو ول کرد و 3 ثانیه بعدم پخش زمین شد. خلاصه رفتیم واسه آقای پدر آبقند آوردیم که ایشون حالشون بهتر بشه. حضور پدر توی زایمان خیلی چیز خوبیه و موجب دلگرمی مادر میشه، ولی به شرطی که واقعا آمادگی داشته باشه، آموزش دیده باشه و مهمتر از همه تمرکزش رو از روی حال خودش بذاره رو حال همسرش. اینجوری ممکنه که یه بچه و یه بابایی داشته باشیم که همزمان نیاز به مراقبت ویژه پیدا کنن. اگه شما هم همچین تجربه دیدین یا داشتین برام کامنت کنین. سابسکرایب، لایک یادتون نره.